سلام تو دلیا، خوش اومدین به یه قسمت دیگه از کانال خودتون، کانال اینک پاور که قرار امروز تو بخش نگاه یه گپ و گفتی با هم بزنیم. بریم ببینیم چجوریه. داستان تتو چی، از کجا اصلا شروع شد؟ 3000 سال قبل از میلاد مسیح. چکل آقا بریم وارد این بحث جدیدمون بشیم. تو جامعه ما الان به نظر تتو جا افتاده یا نه؟ و فکر میکنی هنوز یه سریا بهش چی میگن، روش فریک دارن، گارد دارن، چجوری هن؟ ببین جامعه ما، کشور ما خب خیلی متفاوته به نظر من روی همه ابعاد زندگی. شما قشرهای متفاوتی رو نگاه میکنی، طرز فکرهای متفاوتی رو نگاه میکنی. ما اینجا نشستیم تو فضای مجازی داریم همه اینا رو بررسی میکنیم، ولی واردش که میشی، آدما رو که میبینی، تو اون قشرها میری، رفتارها و فکرها رو نگاه میکنی، باز نگاه ها متفاوت میشه. همین چند سال الان ایران نرفتی؟ من فارسی خوب نمیدون. سال یعنی چی؟ نه جدی چند سال نرفتی؟ 4-5 ساله. خیلی خب. ببین من مثلا چند ماه پیش ایران بودم، خیلی هی تفاوت نگاه ها و فرهنگ هایی داره بهتر میشه. تو یک قسمت هایی از جامعه، یه قسمت های جامعه هنوز همینطوری دارن نگاه های بد میکنن. یعنی میگم یه چیزی نیست که مثل اینستاگرام مثلا در نظر بگیری همه دارن همینجوری رشد میکنن. نه، میدونی چی میگم، هنوز ایران یه ذره درگیری ها رو داره. حالا وارد اینا نمیخوام. این مختص ایرانه به نظر تو؟ مثلا نه، ممکنه تو خود آمریکاشون همچین چیزی باشه، داشته باشن همچین، یا نه رد کرده؟ آره من دارم این اگه نمیزنن واقعا ولی من نمیزنن. میگم چالش برانگیزترین جای دنیا به نظر توی دنیا ایرانه. به خاطر چی؟ یه سری انسانایی هستن که ذاتاً درستن، یعنی قوی هن، ولی هی دارن تبلیغ اشتباه میبینن، هی دارن ترویج اشتباه میبینن برای تتو. ولی مثل امریکا انقدر بازه، همه چیز درست داره تبلیغ میشه، طرف خب از اول میدونه بازی چیه، میره تو اون بازی، تو اون لاین قشنگ دستش میگیره کارو. ما خودمون تا چند سال اول نمیدونستیم مثلا کارمون درسته غلطه، چی کار داریم میکنیم. میدونی چی میگم؟ خلافه چیه؟ آفرین، چون شخصیت متفاوته در مورد تتو. به نظر من ایران یه چیز جدایی داره. حالا قربونش برم، من خیلی متفاوته، دورش بگردم با همه تفاوت. واقعا همینم جذابیتشه دیگه. دورش بگردم. سوال چی بود؟ من اصلا یادم رفت، اینقدر حرف زدم. همین بود دیگه که جا افتاده نیافتاده، که فهمیدیم که همچین 50-50ه. ولی ببین چی باعث میشه که خیلی گارد بگم؟ بچه‌ها ببخشید مثلا اینجوری من چون سوالا رو نوشتم اینجوری شبیه مثلا شبکه خبر شده. خب جناب آقای خیلی خوش اومدین به شبکه اینا. یادم باحاله اتفاقا سوالات باحاله. همین که بهم قبلش گفتی میخوای سوالا رو بپرسم، گفتم نه بریم بنویسم که من لحظه ردیفش کنیم. ردیف چیا باعث میشه که خیلی گارد داشته بعد ختم آجی خیلی ها گارد داشته باشن؟ گارد که حاجی واقعا نگاه کن، من میذارم اینجا ببینن ملت، انصافا نگاه کن تصویر رو. یکی از مشکلات اصلی که در مورد تتو داریم به نظر من اینه که تتوکار زیاد شده تو ایران. یعنی 90 خورده درصد تتوکارن، یه چند درصد تتو آرتیستن. نکته تتوکار تتو آرتیست فرق داره با آره میدونی چیه ها اصل این داستان که این میشه وضعیت؟ اینه که مثلا من اصلا از تو یه سوال میخوام بپرسم. تو فکر کن یه آدمی هستی که مخالفی اصلا با تتو، تو ایران به دنیا اومدی، مثلا نمیدونم تو یک استان دیگه ای، تو یک جایگاه دیگه ای که طرز فکرها متفاوته، همه گارد دارن، ولی یه سری مثلا آدم ها هستن، بچه های جوون هستن، نسل جدید هستن، میخوان خودشونو وفق بدن به این، به روز باشن، همسلام باشن، تتو داشته باشن. بچه شما تو این سن میاد به شما میگه که من میخوام تتو داشته باشم.
و شما مخالف سنگینی، بعد یهو این تصویر رو بدن یکی می‌بینی. خواهش میکنم بدون اینکه الان اطلاعاتی در مورد تتو داری و دیدی تتو خوب و اینا رو، یهو حس کن که اون آدمی که مخالف یه چیزی هست. فکر یعنی کن مثلا اولین باره میاد به من پیشنهاد میده میخوام بابا بیام تتو بزنم، آره بعد ذهنیت من یه همچین تصویری باشه. ذهنیت تصویری نباشه، نه ذهنیت بیا جلو تصویر آفرین. اینو ببینی رو دست مثلا نمیدونم پسر عموی نمیدونم فلان کسا که فامیلت، یهو اینو ببینی انصافا چی برداشت میکنی از این داستان؟ سخته بری اونجا. آره دیگه اصلا تابلو دیگه مشخصه دیگه. حالا اون بچه زنده از اون اتاق بره بیرون برنده چیه بابا؟ حالا تو جوشی نه بچه رو چیکار دادی؟ خدا که من خودم هم میخواستم تتو بزنم اول ما اگه هم چیزی میدیدم. نه دیگه تو مخالفی تو وقتی مخالفی کلا مخالفی. بچه‌ت وقتی بیاد بگه من این تتو میخوام ولی تو ذهنیتت بله بعد اینم ببینی انصافا چی میشه؟ انگار خب بنزین رو ریختی رو آتیش دیگه. 100% تو میگی که بابا کنسله که چی؟ بچه تو اصلا نمیذاری حرف بزنی. بعد میدونی تو رویه اون بچه چه تأثیری داره؟ همین ارتباط جامعه میگم بین این نسل جدید و قدیم یه سری همین چیزاشه، واسه همین رشد پیدا نمیکنه. یکی از دلایل اصلیش به نظر من اینه که خیلی تتو کار داریم. میدونی چرا؟ چون که یه سری سوزن و دستگاه خریدن شروع کردن به کار کردن اصلا بدون اینکه بدونن چی هست. 2 ویدیو دیدن نمیدونم گوله یه سری آدم کلاهبردار رو خوردن، طرف نمیدونم خود 6 ماه مثلا تتو داره میزنه، بعد فاز آموزش گرفته، تو اینستاگرام پر شدن این چیزا مثل قارچ داره رشد پیدا میکنه. 6 ماه؟ آره دیگه دمشم من خودم الان میخوام کلاس بذارم. من همه هنجارا رو میخوام بشکنم. کد شلوار سمینارم هم خریدم. خونه از کجای کاری بشتی سمینار میذارن انصافا دارم میبینم سمینار بعد 6 ماه من فردا میخوام سمینار بذارم میفروشم پکیجامو. بعد طرف خودت هم میخری پکیجامو. ولی جدا دارم میگم طرف خودش مثلا تو پیجش یه دونه تتو مثلا خوب نداره، بعد آموزش و جوری داره میده از دور یه نفر که نمیدونه فکر میکنه که الان گفتی کجا رو دقیقا یه سری ها رو میبینم من کلمات ست پیدا نکردم. من چرا تا الان سمینارم هم داده بودم خدا وکیلی لاین زدم باشی 2 خط صاف کشیدم بچه شدی واقعا عجیبه. وسط ویدیو هم هست ولی خیلی باحاله واقعا این چیزا رو میبینم ولی واقعا نامردی دارم میکنم. مثلا من اینو بگم حالا فانش کردی انصافا چیکار کردی؟ خیلی خالی چایه. ولی جدی جدا از شوخی اینایی که گفتی یه سری هستن دارن نابود میکنن. حالا من میگم اون کسی که از زندان در میاد تون قش داره زندگی میکنه و این شخصیتشه، ولی یه سری ها هستن کاملا کلاهبردارن، یعنی اومدن فقط این لباس تتو آرتیست رو پوشیدن، لباس استادی رو پوشیدن، دارن آموزش اشتباه رو اپایه به یه سری آدم ها میدن و اون مخاطبی که اون پشت نشسته نمیدونه که فکر میکنه اوه چه سمینار باحالی، خب ویدیو پروژکتور هم گذاشته حتما خیلی خفن داره آموزش میده. از نگاه کسی که آشنایی نداره با این فضا نمیدونه و کسی که میخواد آموزش ببینه دیگه قاعدتا اطلاعات نداره دیگه میان متاسفانه مثلا آموزش اشتباه میبینن لطمه میزنن به کجا؟ به همین تتو آرتیستایی که واقعا دارن زحمت میکشن تو این کار. من میگم چند آرتیست کارو خراب میکنن. من میگم حالا از نظر خودم میگم تتو آرتیست من خودم آرتیست نیستم، خودم آرتیست در نظر نمیگم، من میگم تتو آرتیستم. باز این هوتنیشو چیزی که رفت تو فروتنیش. نه جدا از شوخی میگم انصافا میگم آرتیست کسیه که اصلا برای پول یک ذره هم فکر نمیکنه، اون یه لول بالاتره. من اصلا نمیتونم هنوز در مورد این آدمو صحبت کنم و در جایگاهی نیستم بتونم صحبت کنم. خیلی آثار هنری دارم میبینم از خیلی از تتو آرتیستایی که دارن آرتیست میشن خیلی خفنن، لولشون داره عوض میشه. ان شاءالله که ما به اون مرحله میرسیم. ولی تتو کار بودن تو ایران خیلی ساده است. شما میفرمایید منوچهری
ایزی ویزی دستگاه رو بخر، میخری و رنگ وسیله ها رو بخر و رنگم نبودم که توضیح هم داریم دیگه، برگ درختان رنگ میگیریم با تیغ ماهی. خدایی من خدمت بودم، یکی از بچه‌ها اومد یه لوله خودکار دستش بود، بعد نوکش یه دونه سوزن آب کرده بود، این سوزنه رو چسبونده بود بهش. خدا وکیلی جوهر چی بود؟ جوهر همون خودکاری که توش خالی شده بود. کشو آب کرده بود؟ نه جوهر خودکار کار بابا کشه. من دیدم کشو آب میکنن با کش چیز قیتونیه چیز با اونم کش همین ماست، کش ماست بود اون موقع. من شده کش پول. من ندیدم تا من دیگه. حالا هوتن اومد بعد چیز کرد، اومد گفت داداش بشین برات یه یادگاری فلان اینا. گفتم مشتی این سوزنه فقط این به ذهنم اومد. گفتم برای بقیه هم بچه‌هام زدی؟ گفت آره. گفتم با همین سوزن زدی؟ گفت آره. گفتم به جون مادرم من 5 روز دیگه مرخصیمه، میرم مرد نیست هر کی بدونه تتو برگرده بیاد. خدا شاهده وای نستادم بزنه. رفتم داداش هر جا هستی منو میبینی عشق منی دوست دارم. نه فقط یه لحظه به مغزم اومد که اومد نباید قبول کنی. الان اینجا من یه پرانتز باز ولی تتو بود این مال چند سال پیشه؟ شم و فلان و این مال چند سال پیشه؟ 7-8 سال پیش. یعنی داشتی تو رو دروازه تتویی و که سوزنی تکراریه و یه بار من تو زندگیم نگفتم، من اونجا بود فکر کنم. حالا همین بحثی که کردیم گفتی اصلا چی شده؟ سوالت چی بود؟ یه بار دیگه بپرس. که چی؟ سوالت چرا یه بار دیگه گارد دارم فلان دارم؟ بله چرا گارد دارم؟ آره دیگه همین ریشش میشه همین. آفرین. خب وقتی آقا داری شم کشیدی درسته به تایم خودش خدای قشنگ. حالا من این تتو رو نگاه کن انصافا حامد. بله. نه خدای قشنگ نگاه کن. بله چی قشنگ نگاه کن. خب بله. خب چرا اینجوری کردی؟ استاپ. نه سرز باید من میبینم آخه دیگه تتو نگاه کن قشنگ نگاه کن. خدای واقعا تتوهای واقع اون بودم میشه یزیده تو. خب حامد مثلا نگاه کن این تتو رو ببین انصافا فرقش رو نگاه کن. این دیگه قضیهش فرق میکنه دیگه خدا وکیلیش. من حتی سختگیرترینم که باشه، حالا یه خورده آدم بالاخره شعورم که داشته باشه باید بدونی که آقا این نسلی که داره با تو صحبت میکنه آقا با من متفاوته، مثل من نیست، مثل پدر مادر من حساب کتابی که بود نگاهی که بود الان نیستش که. آره فرق این حداقلش اینه که من وقتی اینو میبینم میرم تو فکر. بچه‌ت میاد میگه من میخوام تتو بزنم. آفرین میرم تو فکر میگم آقا یه همچین ولی این تصویر رو میبینی تو. حالا تاش اجازه میدم یه فونت بزنه ولی حداقل به خودم اجازه میدم فکر کنم. اونم مثل بابا عشق من بابام باز همون چیزه میشه خدمتیه زمان. نه شوخی میکنم ولی آدم حداقل میره تو فکر میگه نگاه کنه اوه قشنگه جا باحال خوشگله چرا که نه. او اصلا هنر رو نگاه کن تو. تموم شد دیگه به چیش میخوای گیر بدی؟ بعد تازه بعدش شاید خودم مثلا اینجوری هم بشم خودم برم یه دونه بزنم. دقیقاً اینو برای ببینید خوب گوش بدین چون من راجع به تتو صحبت نمی‌کنم. دیگه چی؟ واقعا تتوی خوبی داری. آقا تمومه؟ آره به نظر من که خیلی حرف زدیم. اگه نشستن تا این ویدیو ما رو دیدین واقعا دمتون گرم مرسی. این بخش نگاه خیلی بحث داره گفتیم دیگه جلسه اولا در موردش صحبت کردیم. ولی واقعا الان یهو مثلا من یه جا جوشی کردین قضیه یه سری چیزا رو گفتم یه جایی اصلا دوست داشتم یه سری چیزایی که دلت میاد دیگه واقعا رو بگم اینا. نه میدونی یه سری چیزا فشار میاره مثلا حالا بچه‌هایی که تو ایران دارن زحمت میکشن خارج از ایران خیلی بعدی که همه اونا رو لگدمال کنه یه نفر فقط به خاطر اون پوله. من حالا کاری ندارم خیلی هم میان برای پول ولی اوکی درسته صرفا نباید هدفت پول باشه. حامد تو الان اومدی مثلا تو این کار هدفت چیه؟ پوله. چیزه این که
این که تتو رو یاد بگیرم و بتونم نه جدی بگو یه ذره. نه خدا وکیلی. خب ببین این که دروغه بگی آقا مثلا آره. به جنبه‌های مادیش اصلا نگاه نمی‌کنم. 100%. آره. ولی خدا وکیلی اینم که از چه طریقی چه جوریش بشم که پول در بیارم ازش هم برام مهمه. من دوست دارم واقعا همین عکس دومیه که نشونه دادم اینجوری تتو بزنم اونجوری پولشو بگیرم. اون بهم میچسبه، لذتشو میبرم. خودم حال میکنم اصلا پول یه حالی بهت این میده. کارو تو داری میگیرم. یه چیزی رو خلق میکنی، اون انرژیش میدونی چقدر تو زندگیت میاد. باورت نمیشه خود پوله میاد. حالا این اثری که تو رو بدن یارو میذاری. اصلا این کلیشه‌ایه این حرف میزنم، ولی واقعا من هر وقت دارم یه کاری رو خلق میکنم بدون دیدگاه این که قرار چقدر پول ازش دریافت کنم، اون بهترین کارم میشه. اون خدایی هم همینه دیگه، همین دلیه دیگه، همین. حالا تو هدفت چیه؟ من میام دیگه، گفتم پول دیگه. پوله ولی نه به قرآن بزنم داداش مشتی تتو خوشگل بزنم خفن دارم برم پیش حامد تتو بزنم بیاد تتو بگیره حالشو ببره لذت داره پولش هم میگیرم دیگه. دریچه‌اش برات باز میشه. باورت نمیشه میای توش. حالا به شوخی خیلی چیزا رو گفتی. حالا ان شاءالله بچه‌ها یه سابسکرایب یه زنگوله‌ای بزنن ما یه میکروفونم بگیریم حالا تتو رو اوکیش می‌کنیم. میکروفونا رو داریم تست می‌کنیم دیگه. اون بلوتوث 3000 هر ویدیو با یه میکروفون داریم ان شاءالله پولدار میشیم اینجا یه میکروفونه. آره واقعا این چیزا خفنا یوتیوبرها رو می‌ذاریم اینجوریه که اینجوریه. دمتون گرم بچه‌ها. یه خداحافظی بکنیم. قربونتون برم الهی. مرسی که تا آخرین ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که پسندیده باشید، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. سرتون هم درد آوردید. من خیلی حرف زدم، خیلی دوستتون دارم. آقا اگه حال کردید اینو برای دوستانتون بفرستین تو فضای مجازی مثل اینستاگرام، واتساپ، هر جایی که فکر میکنین، چون مفیده. این اطلاعات باید برسه به همه ما و نسل به نسل اینا بچرخه، بره جلوتر، نسل بعدی تتو قوی تر بشه. ان شاءالله که ما میرسیم به اون پیریه ببینیم و بگیم به به عشق است واقعا. ان شاءالله کمک حمایت کنید. دمتون گرم. زنگوله ما یادتون نره. یه چیزی هم بود سابسکرایب. اون عشق سابسکرایب گفتن چرا نمیگی؟ سابسکرایب کنید لطفاً. مرسی. سابسکرایب رو حتما بزنید، به دوستاتون معرفی کنید اگه خوشتون اومد، هر کی پسندید به رفیقش هم میگه. شاید کامنت هم بذارید، کامنت بذارید. آره سوالاتتون رو بپرسید، هر چیزی که فکر میکنید تو زمینه تتو. حالا تو بخش لاینینگ که قبلا صحبت کردیم، جلسه سوم داریم روی نگاه صحبت میکنیم. اگه نگاه دیگه ای دارید در مورد تتو، اگه نگاه مخالف نمید چه بوقی زدی یارو. سلام مرسی. اونا هم برام انتقاد هر کجاشو دوست دارید کجاشو دوست ندارید حذف کنیم اضافه کنیم، هر چی که نظرتون هست لطف کنید بنویسید، ما نوکرتون هستیم. عشقای ما دوستتون داریم. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.